هر روز ما با همکورسمون مهرانگیز از خوابگاه به دانشگاه میاییم و دیروز هنگامی که به دانشگاه می اومدیم در راهروهای دانشگاه در صحن دانشگاه یک گروه لولی بچه ها بودند که ما رو به حد تشویش دادند و هنگامی که ما با آنها پول ندادیم یک لولی دخترش از پای همون همکورسمون مهرانگیز داشت و من مجبور شدم که به خاطری که از لولی دخترها آن را آزاد کنم من مجبور شدم که راهگیریم را به آنها دهم. نسبت اونها جریمه هرچند تطبیق شود هم لیکن دوباره به همین عملهای خود دست میزنند. اگر ده مرتبه به جریمه هم شود همین عمل خود را همچون یک عادت آنها قبول کردن و منتظم به همین رفتار خود مشغول میشن، یعنی از راه. اما چون بسیار وقت پیدا کردنی پدر و مادری آنها مشکلشون هستن، جدا به طلبندگی مشغول میشوند و شخصیت پدر و مادر آنها را معین کردن دشوار است. از همین نقطه نظر آنها از جوابداری دور میمانند و در جامعه ما زندگی میکنند، وارد مناسبت‌های جمعیتی هستند در جامعه ما و رفتار آنها، اما هر یک عمل و سخن آنها میتواند که بر جامعه ما یک تأثیری منفی گذارد.